در یکی از عجیب‌ترین پیشبینی‌های نوستراداموس چنین آمده است که سربازان آمریکایی که بر دو مرز اصلی ایران متمرکز شده به سمت خلیج فارس به حرکت در می‌آیند. جنگ در خاورمیانه بالا می‌گیرد و احتمالاً اسرائیل ابتدا تأسیسات هسته‌ای ایران را نشانه می‌گیرد. ایران نیز در جواب شروع به پرتاب موشک به سمت اسرائیل خواهد کرد. آمریکا از سمت خلیج فارس حمله را شروع می‌کند. روسیه نیز به کمک ایران خواهد آمد تا آمریکا را کنار براند. در پیشگویی نوستراداموس اسرائیل توسط مصر و ترکیه تحت کنترل گرفته می شود و یک کشور جدید تشکیل خواهد شد که به آن بیزانتیوم می گویند. نوستراداموس در ادامه می گوید که ایران با کمک کشورهای عربی حکومتی را تشکیل می دهد و پس از جنگی مذهبی که هسته آن از لبنان شروع می شود جهان را به تسخیر خود در می آورند و سپس جنگ جهانی سوم را خواهد داد و جهان نابود خواهد شد. نوستراداموس جنگ جهانی سوم را چنین شرح می دهد: کسوفی در پیش خواهد بود که از زمان آفرینش گیتی تا زمان مرگ و مصائب حضرت مسیح و از آن زمان تا به امروز هرگز رخ نداده است و جهان چنین ظلمتی به خود ندیده.